این برادران از مالبازار کلاب گوسفند قربانی خریدند. گوسفندی را که به گفته آنها تا 2 هفته پیش 2400 سومونی ارزش داشت. حالا آن را به 2800 سومونی گرفتند و میگویند بالا رفتن نرخ به انصافی است. صاف شد نمیتا قیمتی ای کی ای کیلو در قیمت بفروشن گوشت. چند سوم کیلو گوشتوزی در بازار؟ میگه که 110 سوم کشته بگی نمی چی بگی. اما تاجران میگویند عید قربان به نرخ تاثیری نکرده است، بلکه خوراک چاروا به نرخ تاثیر دارد و مال از روی گوشت نرخ گذاری می شود. اوزی مقصد هست که مثال با کیلو شد، اوزی فقط با کیلو شد. مثال حساب کیلو شخل بگم مثال 20 کیلو هست، ممکن است 100 90 چانسش بغلطه. مثال تو بلندش 5000 ممکن 50 کیلو کنه. نه که همون در همین چی خودش سازه مقصد بد نیست. او خود میخرن همین محصولات همین او خود خروکر میخرن. خیلی که حساب همون حسابش میکنه. 6 مون مردک منند میکنه، 7 مون منند میکنه، تربیت میکنه. در عرفه عید در این بازار کلاب بیشتر گوسفند و بز به فروش برآورده شده است. در بخش فروش گاو چندان خریداری زیاد دیده نمی شود. ساکنان برای قربانی بیشتر گوسفند و بز میخرند. چی میگه قیمت ها گفتن میگیره مردم قیمت ها گم قیمت نیست. برای قربانی گرفتی قیمت نیست که 100% میگه که چه قیمت تام خیلی 2400. حالا نرخ و نوای چاروا با نوهایش از 2000 تا 20000 سومونی میرسد. این گوسفندی پرواری هم 12000 سومونی ارزش دارد. تاجران میگویند که آنها خریداران خود را پیدا خواهند کرد و شماره چنین اشخاص سال تا سال افزایش می‌یابد. این هم به نرخ مال تاثیر میکند. در منطقه کلاب هر سال در عید قربان 10,000 مال میده و کلان قربانی کرده میشوند.